سری سولز همیشه یکی از دوست داشتنی ترین سری ها برای پلیرها بوده، هنوزم هست. این دلیلش این همه جذابیت سولز براش چیه؟ قطعا به خاطر آرامششه. قطعا منم میدونم، شما میدونید. ما امروز اومدیم 10 تا از بهترین سولز های حال حاضر تا الان بهتون بگیم آرامش خودتون به اوجش برسه. از شماره 10 شروع می‌کنیم. هالو نایت، اگر اشتباه نگیم هالو نایت که یکی از سولز های دو بعدیه که مردم فکر کن چقدر بازی خوبیه که سولز لایک شده. شماره 9 میشه دارک سولز 1 که به عنوان شروع کننده این سری آرامش بخش انتخاب شده. شماره 8 نیو 2 که سولز لایک تو سک سامورایی که با چالش‌های سنگین و مبارزه تا حالا بماند نیمه سختش زیاد سختش ندیدید، ولی این سولز لایک واسه خوراک کساییه که سامورایی فنن. آره. 7 لورد آف دی فالن یکی از سولز لایک هایی که خیلی قبولش ندارن به عنوان یک سولز لایک، اما با داشتن تو جهان متفاوت یه تجربه خاص‌تر، یه تجربه متفاوتی از سری سولز رو بهتون میدن که به نظرم ارزش گری دادن داره. شماره 6 رتبه 6 میرسه به لایز آف پی، یکی از سولز لایک هایی که خود من دوستش دارم و تو جهان دارک پینوکیویی سیر میشه. دیمن سولز رو که همتون میشناسید. حالا دیمن سولز ریمیک به قول معروف یک بازگشت باشکوه به ریشه ها رو شاهدیم که رتبه 5 به دست میگیره. دارک سولز 3 یکی از نهایی و کامل‌ترین سری سولز که آرامش بخش نمیتونم بهش بگم، میتونم بهش بگم یوگای سری سولز با بازهای بسیار خوشنام. برای مثال یکی از دوست داشتنی ترینشون نیملس کینگ که قطعا اگر پلی داده باشید میدونید چه باز دوست داشتنیه و اگر پلی ندادید پلی بدید باهاش آشنا میشید. یه سوم رتبه سری رسید به بلادبورن دوست داشتنی، یکی از خوبان، واقعا یکی از خوبان بود و یک دنیای تاریک، یک هانتر دارک، داستان‌های غمگین و کلاً یکی از بهترین سری‌های دارک سوزی که شما میتونید بازی کنید. رتبه دوم جذابی سیکیرو. تو توضیحات خوندیم آقا سیکیرو یکی از سخت‌ترین سری سولز هاییه که با مبارزات نفسی وجود داره، اما نه اونچنان نیست. شما با یک بازی آرامش بخش طرفین که فقط با دقت بسیار زیادی داشته باشید، یعنی نه فارم سولی وجود داره نه هیچ چیزی، شما فقط با دقت و سرعت بالایی داشته باشید. اینها رو بندازیم به کنار. جلوی بعضی از بازهاش برای مثلا دوست داشتنی ترین باز این بازی گاردین ایپ و آره دیگه رتبه 2 برازنده شد. یک میرسیم به ایلدن رینگ، شاهکار سری سولز. تمام سری سولز رو با هم زدی شده ایلدن رینگ. حالا فکر کن سری سولز رو جهان بازم کنی، نور علی نور. ایلدن رینگ همچی چیزی و خیلی ها با ایلدن رینگ آرامش میگیرم، درکتون میکنم. نماسته. آره این بود از 10 تای برتر سری سولز. شما کدومو بیشتر دوست داشتید و بگید که جای کدوم سری داخل این 10 تا خالیه.